سلام بچه‌ها، ما امروز اومدیم فرشکو. فرشکو فروشگاهی هستش که مواد تازه مثل میوه‌های تازه، سبزیجات تازه و غذای تازه رو اینجا آماده میکنن و میفروشن. اینجا تقریبا همه چی هست و خب البته گرون هست. این جعفریاشو میخواستم بهتون نشون بدم. مثلا 3 مدل جعفری داره، ولی خب عطر جعفریای ایران رو واقعا نداره. حالا من میبرم جای مختلف فروشگاه بهتون نشون میدم. و خب برای خانمای تنبل یا خانمای شاغل که تایم ندارن سبزی پاک کنن، سبزیای بسته بندی شده انواعشون هستش و خیلی هم تر و تازه و تمیزن. اینا فقط بعضیشون نیاز هست بشوریم، فقط بعضیشون حتی به شستن هم نیازی نداره، یعنی ضد عفونی شدن کاملا. فکر کنم زیاد شنیدین که توی کانادا میوه رو باید حتما دونه‌ای خرید. نه، اینطور نیست. میوه رو میتونیم بسته‌بندی هم بخریم و خب قیمتش به صرفه تر هم در میاد. بسته‌بندی‌های 1 کیلویی، نیم کیلویی یا حتی بیشتر 5 کیلویی مثل اینا. میگم به صرفه تر هم هست وقتی واقعا بسته‌بندی میخریم. اینم انواع دیگه پیاز سیب زمینی و سیر، زنجفیل. و اینجا هم واسه کسایی که دونه‌ای میخوان میوه خرید کنن، نیازی حالا به اون بسته‌های بزرگ ندارن. و اینجا خیلی باحاله، میوه‌های آماده شده رو اینجوری قاط شده بسته‌بندی کردن، بیشتر واسه مهمونی‌ها و مثلا وقتی که آدم حواسی میوه میکنه بیرونه میتونه بیاد اینجوری تهیه کنه. البته من خودم هیچ وقت این کارو نمیکنم چون من یه ذره رو میوه وسواسم، دوست دارم با دست خودم میوه رو پوست بکنم و قاچ کنم. یکی از جارای همیشگی من توی پاییز زمستون شلغم و لبوه. خیلی دوست دارم و خب خیلی هم کمک میکنه که مریض نشم یا اگه مریض میشن زودتر خوب بشن. کیمچی ها رو نگاه، اینا فکر میکنم بیسش کره‌ای باشه، شبیه ترشیه ولی یعنی با سرکه درست میشه و طعم باحالی داره، با غذا میشه خوردش. بروکلیاش هم 2 شکله، ببینین این درشتره، دونه هاش این ریزتره. و خب هویجای دسته‌بندی هویجا رو نگاه، همه رنگی توش هست، جالب. و این تروپ بنفشا، اسمش چی بود خدایا؟ این چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم. اینا بلو چیزه، یعنی پنیر کپکی و فکر میکنم واقعا هم کپکه این تو، ولی به شدت خوشمزه است و ظاهرا خیلی هم مقوی. اینجا خیلی طرفدار داره. من یه بار خوردم و الان قصد ندارم بخرم، ولی خواستم با بلو چیز یا همون پنیر کپکی هم آشنا بشیم. و اینجا میتونین غذاهای یعنی گوشتای فراوری شده هم میتونین تهیه کنین و ببرین خونه آماده کنین بخورین تازه، یا یه قسمتش هست که کلا آماده است، غذای آماده است و میتونین شما بخرین و بخورین. مرغا رو نگاه، اینا هر کدوم زیرش نوشته با ادویه ها و گوشتای مختلفی هستن که با ادویه های مختلف مزه دار شدن. من فکر کنم این چند تایش رو باید انتخاب بکنم و امتحان بکنم. اینجا هم انواع زیتون و ترشی و اینا، قارچش خیلی خوشمزه است و مثل زیتون پرورده‌های خودمونه، ولی ظاهرشون تقریبا شبیه اون است، ولی خب خیلی طعمشون فرق میکنه. خب واسه اینکه قیمت آجیل و تنقلات اینجا هم دستتون بیاد، من براتون این ویدیو میگیرم از قسمت آجیلش. آجیل 4 مغز هر 100 گرمش حدود $7. توی فروشگاه بزرگ مثل سوپر استور معمولا مواد غذایی به صورت بسته‌بندی فروخته میشن، ولی اینجا فله هر چیزی هم هستی که شما هر مقداری که بخوای میتونی برداری و همون حساب کنی. اینش خیلی خوبه. انواع شکلات‌ها و پاستیلا به صورت فله‌ای
قیمتاشون انصافا خوبه اینا.